آه بعد حالا 6 اینجوری هست دیگه. ها باشه. آره یه 6 روز دیگه تیکه آبیتون میاد. من صحبت کردم، فردا اگه تیکه آبی اومد بدون که از الان من گفتم که من صحبت کردم. دم شما گرم. مفت قضیه رو ببریم بالاخره. ببریم. من یه نکته توضیح بدم این وسط، اجازه میدید؟ از این بفرمایید. شما سلطان توضیح دادن نکاتی بفرمایید. آقا چرا یه گوه اضاف میخورن تویان؟ اینا رو والا گوز باید بدی بهشون. یا میلادم نوشته تیک قرمز میدم. آره والا باید داداش باید تیک قرمز بهت بدیم. تو کارت قرمزه، خطرناک. امروز من دیدم یکی از روزنامه‌های تو ایران، روزنامه معروف ها، جام جم هم آیا اسم بده، بعد اکانت فیک هم گذاشته. باشه اگه میخواید گو بخورید باید احتمالاً اون اکانت مال خودشون بوده. آره فکر کنم خوش بوده. بعد اومدن چپ میرن راست میرن. آره امین فردین از کسایی که سایت دارن پول گرفته، از کسایی که معروفن تو مجازی پول گرفته، داره سایت ها رو تبلیغ میکنه. آقا شما به عنوان خودت سایت داری، تو رو خدا من بیشتر دهنتو گاییدم یا ازت تعریف کردم؟ راست داداش اولا که والا ما داریم تبلیغ تو رو میکنیم، بچه چیز این وسط اشتباه نه. آفرین. توضیح بده آقا، تو فالوورت بیشتر یا من؟ خودت قشنگ توضیح بده. اولا اینکه ما داریم شما رو تبلیغ میکنیم، این یک. اول مفت قضیه برده نشه این وسط. دو اینکه پول که بخوایم بدیم داداش، من با قیافت حال کنم، رفیقم دوستم برات میزنم. هدیه بهت میدم، بازم به کسی ربطی نداره، رد و بدل نشده هیچ وقت. پولی که هیچ وقت مسئله مالی بین ما نیست و نبوده. بعد اصلا من یه سوال دارم، این آقا اگه بخواد تبلیغ کنه خودش تبلیغ میکنه، چیکار داره؟ پویان تصویرت رفت. یه دقیقه من نتام بیارم، نت گوشی سب. امین جان اومدی؟ قطع شد، من نمیدونم چرا. تلفن فکر کنم هستیم ما. پویان زنگ خورد. تو نیستی بابا، ما هستیم. اگه الکی دوست نگو. داشتید ما رو فعلا فالو کنید تا پیجمون بیاد. داداش ما هستیم، تو نیستی، رفتی پایین. فردین جان نه واقعا اصلا هیچ داستانی نیست، الکی جو ندید. همین پسر خوبیه تو کارش، در واقع داره دو سه 4 سالی که حالا من 3 سالی که من میشناسمش داره تلاش میکنه. بعد یه آدم باحال میاد بالا، میاد مصاحبه میکنه، میاد در واقع، چون به نظر من آدمیه که باید بهش احترام گذاشت به چند دلیل. یکی اینکه یه آدم مستقل، خودش به تنهایی داره برای خودش توی شرایط سخت که من میدونم داره زندگی میکنه و از طریق در واقع حالا کانال یوتیوبش جیب کسی نیست که دوست داره آقا تبلیغ میکنه. شما همه کانال یوتیوب همه جای دنیا هست دیگه، از یوتیوب هم داره پول میگیره. یه سری ناراضی هن. چی کار دارید بنده خدا رو بابا؟ طرف داره از یوتیوب پول میگیره اونم ناراضید. خیلی به قرآن زای است. بعد اینکه خودش داره مستقل کار میکنه، داره در واقع توی شرایطی توی کشور غریب داره کار میکنه، داره زندگیشو میکنه. والا ما داریم، یعنی من خودم به شخصا سعی کردم امینو حمایت کنم، بهش کمک کنم. هیچ چیزی برد تبلیغاتی هم نه برای ما داره نه چیزی. بعد این آدمیه که مثال میگم، این بی بی سی ها و اصلا این کانال منالا رو که ما نه وجهه سیاسی داریم نه جبهه سیاسی، نه اصلا من خوشم میاد این داستانا که بخوایم مثلا میگم
با این آدما مصاحبه کنیم و شما پشت پرده ما رو در سایتایی که در واقع و یا خبرگزاریایی که هستن نمیبینید. ما خودمون یه خبرگزاری داریم به نام امین فردین، حالا که اینجوری هستن، خبرگزاری مختص مسائل حاشیه‌ایه که هیچ سایت خبری بهش نمیپردازه. لایو ما هم شد کلا امین فردین. آره آقا درست گفتم آقا. دم شما گرم، کاملا درست میگی. من نمیدونم این وسط حالا یه عده دنبال چی میگردن. داداش تو آدم موفقی هستی، یه سری تو چونشون نمیره، تمام شده رفت. داستان اینه که من چون از شما یه مدت انتقاد میکردم، حالا باتون رفیق شدم، اینم توی کسی نمیره. آقا اصلا اون زمانی هم که شما از من انتقاد میکردی، من تو انتقاداتم یادمه تو یه جوری میگفتی که آقا ما همشهری هستیم. تو مثلا همون موقع هم یه حس دو طرفه داشتی که مثلا میگفتی آقا اینجوریه، بیا بابا میل من رفتار کن، ولی من هیچ وقت بابا میل تو برخورد نمیکنم. الان از آهنگ گوز من خوشت نیاد، من گوز دورم دارم میدم بالا. حالی نیست. آقا من دارم میگم الان من خب پویا، من مثلا این سبک کار تو رو دوست ندارم. خب باشه، من میگم به تخمم، گوش نده. تمام شد رفت. من این وسط نمیدونم یه عده دنبال چی میگردن. اتفاقا خوبه که من در اینه که باشه ازتون انتقاد، چیز پیچیده ایه. مثلا الان شما اینجا رو ببین، من پسته دارم میخورم. آقا بخور. من پسته همین فردین یه بیا. دختر اونجا نشسته، نمیخوای پشت پردهش بده بیرون؟ شما چه خبر از خانم سه؟ نه این خانم یکم آشنا نیست از دور، موهاش هم کوتاست. بله کچله. بله بله. سلام. حالا یه اسکرین شات بگیر، شاید این هودی هم به دردت خورد. آخه بدبختی نیست ما میگیم شما گردن نمیگیری، ما میگیم اوکی. ولی من میدونم من یه روز یه افشاگری خفنی از شما میکنم. نه این خانم ماساژور ماست، هیچ داستان خاصی هم نیست. میدونم به خاطر همین گفتم. بنده خدا این وسیله‌های ماساژش هم گذاشته داغ بشه، با کابلی میمونه. ببین با سنگ داغ میذاره روی خایه آدم ماساژ میده. خایه بلیه مثلا. بعد این رو کسایی که پشت آدم در میزنن بکشی اینجوری. می‌بینی؟ آقا رل شما چی داری؟ رل جدید تو دست و بالم، بذار ببینم چی دارم. خب اول برسیم سوالای خیلی داداش من تو زندگیم بچه تکبریم، الان منتظرم یه کیس مناسب بیاد. دیروز نیلی تو لایو میگفت من کار جوشکاری میکنم، بعد اینکه مثلا آدم وصل میکنم، خانم بازیگر وصل میکنم. منظورش اینه که شما خانم بیاری؟ یه همچی توی هم مایه غیر مستقیم رو ما. بعد دیگه منم برای ایشون گفتش که من میلاد کیمرام کراش دارم. آره خیلی هم عالی. نمیشناسم به جون مادرم اینا رو. من گفت ما همه تشکیفاتی ادارش. داداش به قرآن که هر کسی زندگی خودش داره. من اصلا داستانم یه چیز دیگه است واقعا. الان هم دوست دختر دارم، اگه بخوام رونمایی میکنم، نخوام چه اصلا نخوام، اصلا میخوام. دلیل نداره آدم دوست دخترش بذاره کف اینستا. نظرتون شما رو آنفالو چی؟ نیلی شما رو آنفالو کرد؟ من ندیدم آنفالو کرده. عکساتون هم پاک کرده. به تخم. واقعا آخه من داداش اونو میوت کردم، اصلا نمیبینمش، یعنی فقط تو فالوینگام. اگه آنفالو کرده بگید منم برم آنفالو کنم. اون گوشیم کجاست؟ خب بیار الان جلو خود آنفالو کرد. ها؟ الان میشه چک کنی جلو جمع ببینیم. ببینم. آخه من واسم
من احترام میذارم تا هر زمان یه چیز دو طرف هست. احترام از چه قراره؟ نشونه ما میدی ببینیم آنفالو کردی یا نه با اون گوشی؟ خب بذار من ببینم اصلا کجام. شاید این خانوما کیان؟ این کی اینو کرده؟ بذار تو سرچام اول نبینید کیو سرچ کردم اولم تمام. خیلی داستان میشد. ببین شانس آوردم زرنگی کردم. خب فالوورات مشخصه. خب شما برید تو فالوینگاش. شما رو فالو دارم؟ نه منم اون فالو کردم. چیکارش دارم؟ عکساتون پاک کرده. خب من الان میگم عکسامون پاک کنیم. کاری نداره. خب آخه داداش من برام مهم نیست. من الان واقعا به قرآن دوست دختر دارم. دوست دخترم هم خیلی دوست دارم. میخوام مستقیما برم تو پروسه ازدواج. به خدا. خب میشه اول اسمش بگی چیه؟ اول اسمشو. اول اسمش هم سه راستش اسه، ولی اون اسی که شما میگی نیست. خب سه یا سه؟ سه یا سه ولش کن. خب تلفن سه یا سه. دوست دختر چی؟ از ایران اومدن دیگه. نه همینجا بودم. من دوست دخترم الان چجوریه؟ کسی که میاد توی زندگی من بهترین خونه توی جایی که من زندگی میکنم و جدا باید داشته باشه که رو نرو من نره. 1 2 یعنی خودم براش میگیرم، نه اینکه خودش داشته باشه. بهترین ماشین باید داشته باشه که من نبرمش این برام برم. 3 یه پاسه یه کشور دیگه هم داشته باشه که وقتی میریم مسافرت که اونم دوباره خودم میگیرم. یه پاس دیگه. قصد ازدواج نداری داداش؟ نه جدی میگم. ماهی مثلا $30,000 هم برای مثلا تقریبا 1 میلیارد میشه. ماهی $30,000 هم برای خریدش بهش میدم همجوری پول تو جیبم. بسیار عالی. خانم بازیگر هستن ایشون؟ گفتم به حال در جریان اینا. شاید چون من یکی از شرطام این بوده که اینستاتو باید ببندی، شاید اصلا بهم نگفته فالوور مالو، ولی امشب چکش میکنم. بس ایشالا به حال به پای هم خوشبخت بشید و پیر بشید. من شاید اون نباشه که شما میگی داداش. دختر مردم علکی زبون گاییده نه. نمیدونم کیو داری. خب یه چیزی میکنی، یه راهنمایی توی اسم یا فامیل یه صندوق داره، درسته؟ دقیقاً بین اسم و فامیلی که از اسم و فامیلی 3 توی هر اسمی 3 دندونه‌ای هست. بذار ببین پویان مختاری. نه پویان مختاری نیست. مثلا یه هم داره. یه هم داره. خب دیگه بذار ببینم چی داره دیگه. اسم فامیل بازی نکن دیگه، با ول کن. راجبه من دوست ندارم راجبه ازت میکشم بیرون. نه من اصلا دوست ندارم راجبه این مسائل دیگه توی فضای مجازی صحبت کنم. فقط میخوای واقعی. نه آخه میدونی داستان چیه داداش؟ من داستان این دوست دختر و زن و اینا یه جوریه که آدم وقتی میاردش تو فضای مجازی یه کمی بد میشه، انرژی های بد میان سمتت. میفهمی؟ بعد اگه ما فهمیدیم مثلا کیه، بعد چه مدت افشا شما هر موقع فهمیدی کیه افشا کن، هیچ وقت نخواهی فهمید. یه وقت دست به کار شیم ها. نه متوجه نمیشی. شما درست از رگ گردن به ما نزدیکتری، ولی ماشاءالله ما میگیم مثلا خیلی دمدمای صبح هم اینا هم خیلی شنیدم جدیدن بیداری. خودم چون چند بابات صحبت کردم تو دمدمای صبح بیداری، ولی هی لو نمیدادی که مثلا با گوشی داری چی کار میکنی. دمدمای صبح رو دوست داری؟ من سحرگارا خیلی دوست دارم. من
آها. ولی ضعیفه. ولی گردنگیرت ضعیفه مثل قبلیه. هی من میگفتم گردن بگیر، گردن نمید. بفهم رانی آقا. رانی تو نوشه جون. قبلی داداش، قبلیه که من بازم نمیدونم کیو داری میگی، ولی انشالله که ریحون جان ریحون. ها اون بنده خدا که گردن ما نبود که بخوام گردنش بگیریم. آقا چرا نگرفتی واقعا گردن؟ آقا بود دیگه آقا، آنتالیا و گوشت به گوشت و اینا بود. بحث رو عوض کن. خب آره من خب دوست بودید دیگه، ولی میگفتی اصلا من نمیشناسمش. الانم که دمدمای صبح و اینا رو هم نمیشناسی. دمدمای صبح. من شنیدم که یکی از آهنگات هم قرار منتشر بشه به اسم سحر، درسته؟ سحر و شبا بیدار تا 5 سحر. آره. اون آهنگ من نبود، یکی دیگه بود. 5 صبح بود. پس نداری همچین آهنگیو؟ 4 صبح. ها؟ آهنگیو نه، آهنگ گوز دو رو داریم الان فعلا. چی هست؟ اینو یکم توضیح بده ببینیم. من فقط تو آهنگ میگوزم. آهنگ گوز دو رو داریم. گوز یک رو دیشب منتشر کردیم، الان توی تمام سایت های معتبر دنیا، استورای معتبر دنیا هست گوز یک. گوز دو هم امشب میاد یه ساعت دیگه. اگه بچه ها زیر پست آخر کامنت ها رو بکنن 50,000 تا همین الان. آها خب هر کی الان 60,000 نفر دیگه، هر کی یه دونه کامنت بذاره. بابا اینا گشادتر از این حرفان. 1000 نفر، فقط 1000 نفرشون بیان منو فالو بکنن نمیان که. نمیدونم. الان من رفرش میکنم همینجوری 141,000 تا باقی مونده. چون اکسپت نمیکنه. نه پیجو باز کردم الان که قبل تو همون لحظه که لایو بودیم من پیج بسته است. میگم میخوای پیج فروشی بزنی، هی پیج میاری. جان خودم من اگه پیجام برگرده پیجای گرون قیمتی میشه. بعد یه عده میام من میگم تو پیج میبری بالا، اسکلم دهنم گاییده میشه میبرم بالا بعد بفروشم. بزرگترین ویترین برای خودمه. نمیدونم فازی عده چیه، ولی الان مثلا 2 تا پیج، یه دونه پیج 400 تایی دارم، 2 شب میاد ولی فکر کنم دی اکتیو کنم. یه دونه هم 800 تایی دارم که دی اکتیو کردم. فعلا این کوچولوه مونده. این پیجمون مزنه چنده؟ قیمت خرید؟ والا من به خدا اصلا تا حالا تو عمرم به هیچ کی نه پیج فروختم نه میفروشم، چون دهن خودم گایدش کلی. پیج تو خریدن هم داره، دایرکتاتو آدم باید بخونه. ببین دایرکتای من خیلی خوبه خدایی، ولی ببین تا به محض اینکه گفتم فالو نکنید از 141 شدم 144، 3000 نفر فالو کردم. نه بابا اینستا هنگ میکنه. آقا پسته چی میخوری شما؟ پسته زنجان. ببین من پسته خریدم 200 گرمشو چقدر به نظره؟ 200 گرم یه پسته ایرانه. 200 گرم گفتی رو یاد یه گوشتی افتادم. خب 6 یورو یعنی 180,000 تومان. نه پسته کجاست؟ نوشته بویان تو خود شاخ مجازی میدونی؟ اتفاقا دیشب یه نفر گفت شاخ مجازی، گفتم با دوستم تلفنی داشتم صحبت میکردم، یارو اومده بود مثلا گفت تو بهترین شاخ مجازی هست. گفتم الان من نمیدونم تو تخریب کردی یا تعریف کردی. نه خودت به تو شاخ مجازی هست. بعد دوستم گفتش که حالا کلمه شاخ مجازی چیز بدی نیست، یعنی طرف شاخ مجازیه، یعنی که خفن مجازیه، میدونی؟ میگن چه داف شاخی دیگه. آره ولی من داداش راستشو بخوای مردم خب بالاخره کارهای فان و اینا رو هم دوست دارن دیگه. من حالا زیادم واقعا کار فان نمی‌کنم، یعنی روزمرگیامو هر چیزی که هست با دوستام و هر چی به اشتراک میذارم. و واقعا هم الان مثلا توجه کنی همون 69 رو برو پیجشو ببین، یارو مامی کرده خودشو افتاده وسط خیابون، دوستاش دارن میزننش. خب آخه این
یارو خواننده سطح یک دنیاست. این قضیه هم تفریح. آره به نظرم کوله، باحاله. مثلا خارجی ها خیلی حال میکنن، چون مثلا من میبینم اکثر آدم مثلا میبینی زیر پستا مثلا همه فوش دادن، بعد خارجی ها اومدن عشق کردن مثلا با قضیه. بابا من الان نمیدونم، من خودمو بگم، من نمیدونم فاز این آدم نرقصم میاد میکنم میگن این پول گرفته که افشا کنه که اینا برن بالا بهشون گرمتر. اینجوری نوشتم برای من. داش آخه مثلا یکی مثل من واقعا دیگه الان بچه یا یعنی طرف باید یا مثلا به هیچ تلویزیونی هیچ جای دسترسی نداشته باشه یا کور و کر باشه که مثلا منو نشناسه. دیگه دنبال چی میگردم؟ مثلا میخوام ببینم امین فرید منو افشا کنه که کی منو بشناسه. تو همینو بگو دیگه، همینو. بعد رفتن تو روزنامه، اینقدر روزنامه هزینه کردن راجع به من نوشتن. ولش کن، مهم نیست، اونا رو معروف‌تر میشه. آخه مفبریه دیگه. بذار مفت تو ببر. آره ولی مالا ما همه نظرت راجع مهراد جمع دنیا تو لایوشون دیدم که نمیدونم لایو دیدی یا ندیدی. توی لایو آهنگ خونه‌شون بود پخش میکردن، لورکه بود فکر کنم. نظرت راجع چه افتخاری. دنیا خب دوست قدیمی مونه. دهنش یه بار سرویس کردی توی نه من نکردم، یک هفته دیگه که واقعا من دخیل نبودم تو این قضیه، ولی خب من ناراحت بودم از دستشون. تایم یه شیطنتی خودش کرد توی لایو، یه پسر اسکول بود، هم مفت منو برد هم مفت دنیا رو. بعد فکر کنم دنیا خودش متوجه شد، بعد ما رو به جون همدیگه انداخت. من پسر رو تحویل نمیگرفتم، یه دنده داد به دنیا یه دنده هم داد به من. بعد پسرم هیچ وقت نه معروف بود نه آدم بامزه بود، ما خندیدیم تو روش پرو شد. بعد دنیا دوستمون اتفاقا من اومدم استانبول بهش گفتم، دعوتشون کردم، گفتم بیاید خونه، شلوغ بود نیومدم. مهرادم که آبادانی و خوزستانی و گفتش که از شما باید 20 پول بگیریم اگر آهنگ تنظیم کنیم. نسبت به چه موضوعی این حرف زدن؟ گفتن هم پول داره، بعد 20 برابر ازش پول بگیریم و ازش خوبه. درست میگن؟ و واقعا من همیشه 20 برابر میدم واسه کارم، جدا به خدا، چون برای کارم خیلی ارزش قائلم. چه قفلی زده بودم. قفلی بخورد. گفتش که با 20 برابر پول میگیریم. میگیری واقعا؟ از میدی برای تنظیمم من کاری که خوب باشه واقعا اگه طرف بگه 1 میلیون من 20 میلیون بهش میدم به جون مادرم. مثلا برای لورکه، موزیک لورکه، حالا شاید تنظیم کنندش هم تو لایو باشه، چون من زنگ زد گفتم تو لایو، خودش میدونه، هیچ کس هم اون نمیشناسه. گفتش که چقدر 5 میلیون، من 50 میلیون بهش دادم. واقعا به جون مادرم 50 میلیون برای تنظیم البته نرمال داره دیگه، برای مثلا یه کار حرفه‌ای. ببین رنج تنظیم تو کل دنیا الان تنظیم کنندهای خفن دنیا همه سایت دارن توی اینترنت همه قیمتاشون هست. خب بین مثلا 700 500 دلار هست تا 1500 2000 دلار دیگه بگات، مثلا 2500 دلار خیلی خفن باشه رو با میکس و مستر و همه چی. ولی من راستشو بخوای تا 3 4000 دلار هم پول تنظیم دادم واقعا. بس خوب داد میگن، همه میگن کرونا گرفتی. نه bir sigara alabilir miyim? Bir paket sigara. Burada var. دیروز کارم کشید به بیمارستان، تمام قفسه سینه بشه چند وقت درد میکنه، قفسه سینه و تپش قلب. حسن بابام دوستان، حسن بابا محمودی دوست قدیمی منه، اصلا اون زمانی که هیچ خودش هم میدونه نمیشناخت و اینا، خیلی اون زمان 6 سال 7 سال پیش یه آهنگ برای من ساخته بود،
که خیلی هم پسر با استعداد و کار درست عزیزیه. نه ولی تنظیم کننده آهنگ لورکی حسن با محمودی عزیز نبود. من فقط یه دونه کار باش کار کردم که همون. کدوم آهنگ تنظیم کرده برات؟ اسمشون آهنگر یادم میخواستم بسازم با تو دیدم نشد نه رو حرف نه تنظیم کرده. چی داداش؟ لورکر رو کی تنظیم کرده؟ لورکر اسمشو نمیتونم بگم چون یه تنظیم کننده‌ای که توی ایران چیزه در واقع میشناسنش. نه اون دوست داره بگه نه من خودم وقتی پول میدم اسم نمیزنم. یعنی میگم پول بیشتری میدم که اسم طرفو نزنم. دقیقاً از قدیم همین کارو میکردم. چون دوست ندارم تیممو کسی بشناسه موزیکی و اینا. همیشه با همه همجوری کار پول خوب میدم اسمشون هم نمیزنم و توی رویالیتی هم بهشون تعلق نمیگیره چون توی اسپاتیفای و اینا وقتی آپلود میکنی رویالیتی رو مثلا میتونی برای تنظیم کننده ها و اینا بزنی. تنظیم کننده خارجی اینجوریه. به همون خارجی ها من یه دونه رضایتنامه ازشون میگیرم که کل رویالیتی کار برای من باشه. اینم جالبه دیگه داشت زندگی مرفه و پولداریه دیگه. نه همین به قرآن از قدیم هم همین کارو میکردم. یعنی قدیم پول نداشتم توی فیسبوک یه کارایی میکردم یه قدرتایی داشتم از این کارا میکردم واسه بچه‌ها میگفتم داشت میشه بیشتر کار بکنم واسه مثلا اسمتو نزنم. نه دوستان اون مسعودم نیست. نه من با مسعود کار کینه رو بستم خیلی سال پیش. آهنگ کینه دیگه هیچ وقت نه با هم حرف زدیم نه کار کردیم. دوست خیلی خوبم مسعود مونتا راه ارتباطیمون قطع شد دیگه. من پیگیر نشدم اونم پیگیر نشد ولی باعث افتخاره اون مسعود. پالیسی نشونت بدم موسم هنگ کرد تو لپتاپ. چرا؟ لپتاپ خراب بشه دیگه آقا. همین میدونستی من با اکثر تنظیم کننده و کلیپ سازای خفن ایران کار کردم و میکنم و هیچ کی هم نمیفهمه. خب مثلا با کیا؟ با همه. هیچ به فنا رفت کن لپتاپ. فردا آیفون 12 پرو مکس میاد. میتونی یکیشو برام آلمان سری میاد در فروشگاه بخری؟ فردا ساعت من 1:15 ظهر وقت دارم برم بگیرم. تو هم فکرم گرفت سفارش دادی فیلمون کردی؟ تو هم گرفتی دیگه؟ نه من یه دونه 12 برای تتو آرتیستم خریدم گفتم پرو مکسش بیاد بخرم. آره از فردا ساعت 1:15. من یه 2 تا میخوام یکی برای خودم یکی همسر جدید. واو. من به یه شرط برات میگیرم این که آدرس همسر رو بدی من خودم مستقیم از آلمان براشون ارسال کنم. دست شما در نکنه ما صبر می‌کنیم یه هفته دیگه میگه. البته باید بری تو سایت اپل. حالا من میرم بعد میام کنم. من سفارش دادم یعنی از 10 روز پیش. من میدونی چه جوری میگیرم. من بچه‌ای که سفارش میدن یه سریا میخرن میارن یه مقدار گرونتر میفروشن به من میخرم. آره بگو از فردا صبح دیگه 9 صبح توزیع میشه دیگه. ببین از فردا دیگه خار مادر استوریا میشه باز کردن آیفون 12. یعنی وایسا نگاه کن از فردا خودم حل بشم بذارم. اولیشو خودت نمایی کنی ها. بگم مکس من رو نمایی میکنم. تو لایوم. تو لایوم. هیچ سستیز. لایوی صدا کی بود؟ صدای کارگرم عدالت خانم. عدالت خانم فارسی بلدن؟ فارسی بلد نیست گفتم سستیز یعنی بی صدا. ولی صدا ایرانی بود. صدای خانم ایرانی میومد. نه صدای خانم ایرانیه پس خارجی که نیست. همسرمون ایرانیه ولی شبیه نمیدونم شبیه کی بود ولی خیلی آشنا بود. تو فیلم ها من صداشون شنیده بودم زیاد. نه اصلا صدای خودش نیومد داشت. صدای عدالت خانم. عدالت خانم nasılsınız نیست. تمام bu kadar. ولی صداشو من تو فیلم ها شنیده بودم. تو فیلم های چی؟ تو فیلم های سینمایی اصلا چند سال پیش.
شانس تو ببین نمیذاری من چیز بکنم. عشقم تو لایوم داداش. کدوم عشقته؟ گفتم داداش. ولی صداش آشنا بود، دقیقا شبیه هم آدمی بود که من پریشب با تلفنی صحبت کردم صداش میومد. داداش ایشون نیست. این خانومی هم یکی اسم این خانوم آورده میگه حیف ایشون که با تو باشه. خانم محترم من پویار مختاری ام یه به جون مادرم از دم در خونمون تا هر جای ترکیه بریم همه منو میشناسن، از دولت و مردم و همه لطف دارن به ما، هم ایرانیای عزیز. چه مشکل چیه الان؟ هم دوستم دارن، همه میان با هم حال میکنن. یه پسر جوون عزب خوشتیپ یه شوگرددی جوان. آقا نیلی میگه من میخوام بشم خودم، تو میگی من شوگرددی. داداش نیلی به من ربطی نداره، به جون مادرم هیچ ربطی نداره به من. هر کاری که دوست داره میتونه بکنه. آنفالوش هم که آره دیگه، هیچ اسمی هم از ایشون توی زندگی من نیست و نخواهد. تمام شده. بعد عکس 2 نفرتون تکلیفش چی میشه؟ نیکتا خانم تشریف نمیاری عروس جدید رو ببینی؟ خواهرتون و داداشتون هم آنفالو کرده، زنداداشتون هم آنفالو کرده. من راستشو بخوای خانواده ما به ایشون بدی نکردن. حالا این آخه میگفت یه خب چیزی که بود، میگم من یه حرفی شنیدم و اینا، برای همین من که خودم الان دارم میگم داداش، من واقعا الان توی رابطه جدیدم، خیلی هم رابطه‌مو دوست دارم، کسی هم حق دخالت توی این رابطه من نداره. تو جلو همه دارم میگم دیگه، ولی هیچ وقت این رابطه پابلیک نمیشه، در خفا و خصوصی میمونه. یارو معروفه تو ایران، اگه بخواد پابلیک بشه که دیگه هیچی دیگه به هر حال. آره قیافه کمی آمن‌هوتب جوان شدی. بعد یارو موام سیاه باشه اینجوری میشه، میگن موات سیاه. تکلیف مثلا کاراشو نمیدونم بیزینس و ایناش چی میشه؟ اونا رو انجام میده همه رو؟ چقدر تخمی شد چیز کار داداش. کسی که میاد تو زندگی من کار و زندگیش باید بشه من. خب بعد کارهای سینمایی و حالا مثلا اگه بخواد انجام بده من که نمیدونم کارش چی بوده و چی هست، ولی کسی که تو زندگی من بیاد کار و زندگیش میشه من. هر چقدر درآمد داشته من 100 برابرش رو در اختیارش میذارم با امکانات ویژه تری. خب یه سوال بپرسم، نظرت راجع به تهیه کننده های سینمای ایران چیه؟ تهیه کننده فیلم، سریال ها اینا. باشه عزیزم، فدات شم. هر موقع تشریف آوردی قدم تو چش. نیکتا خانم تهیه کننده ها، بابا من خود بازیگرا رو نمیشناسم. تهیه کننده کیه؟ بدن تهیه کننده ها که مثلا ارادت دارن نسبت به بازیگرا اینا. الان بهترین موقع انتقام گیریه که بریزی رو تهیه کننده ها. انتقام چی داداش؟ کشک چی؟ من اصلا از حوزه سینما سر در نمیارم. فقط بازیگراشو خوب ببین من خودم فیلمم از چند روز دیگه کلیت میخوره به لطف آقای روحانی. کلیتش قرض میده. از فیلم هم میخواید با هم بسازید؟ من فیلم سینمایی خودم به زودی، در واقع اولین فیلم سینمایی خودم به زودی میاد بیرون. میخوام ببینم تو حوزه بازیگری چه گندی میشه. همین الان دوستان برای من پیج فیک این خانوم رو فرستادن که داره لایو رو نگاه میکنه با پیج فیک. آره تا من گفتم رفتی اون ور؟ نه داداش وایس اینجا هستیم با هم دیگه داداش. سری رفت گفت داداش سینگل. خلاصه دوستان انشالله در روزهای آینده میاد این قضیه بیرون، ما از این تریبون استفاده کنیم. بچه‌ها پیج منو فالو بکنید. من کشف میکنم امروز که این آقا چند الان تا پویان رفته، سری لایو برید بیرون منو فالو کنید بیاید تو.
ببینیم بیشیم 150,000 تا. بله قشنگ بشم 200,000 تا. افشام کیه الان میگه آقا نشدی. نه پست خودم رو 50,000 تا واسه موزیک گفتم. 100,000 تایی کنید خودم افشا میکنم. خوبه داداش بذار من حداقل ببرم این چیزشو. آقا من چیزشو مفتشو مفتشو مفبر کی بودی تو؟ آقا من بشم 200,000 تا قول میدم عکسشو پخش کنم. و داداش ببین من چه آدم با معرفتی ام. الان من میگم من الان اومدم تو لایو جلو این همه آدم میگم آقا من رفتم تو رابطه، نیایید سمت من بچه مجردی نیستم. من کلا بچه تکفری ام داداش. یه نفر بیاد همونو صفر میچسبم تا 2 سال 3 سال. معلومه طرفم خیلی آدم خوبیه به دل تا قشنگ به دلم نشسته. یعنی خدایی دمت گرم. من ببینم از اتاق فرمان. آره یه اسم برات توی واتساپ فرستادم ببین این اونه یا اون اینه. ببینید اینجا من کلا یه آدمی ام واقعا هر کسی بیاد توی زندگیم اینقدر بهش خوبی میکنم که خود واقعیش رو نشون بده. حالا خود واقعیش میتونه اینقدر خوب باشه که من همیشه خوبیم 100 برابر باشه. خب الان مثلا همین آدمی که توی زندگی چی؟ الان نه حالا بماند ولی براش حالا خودتون بعدا حال میپرسم. خب خدا اینو با آره یا نه. خب بگو فرش زیر پا و نمیدونم درست. اگه یه زمانی دوست باشه حالا فیلم بسازه بودجه بهش میدی فیلم بسازه 100%. بهترین امکانات رو در اختیارش میذارم. چرا؟ اون فیلم وقتی خفن بشه منم درش سهیمم. خب حداقل میگم تیتراژش مثلا ولی شرط اینه تیتراژ موزیک تیتراژش چیز باشه آهنگ گوز 2. مجوز نمیگیره تو ایران اون موقع. نه فیلمشو میگم همینجا باید درست کنه مثلا. اینجا درست کنه که بفرسته ایران اینو. نه همینجا پخش میکنیم تمام شبکه‌ها اینجا هم با ما. آقا نمیدونم دوستان این پیام اومد برای من یعنی چی؟ من خودم نمیفهمم. از اتاق فرمان اسکرین شات بگیرم. اینستاگرام من هنگ کرد انقدر فالو کردن. چیز اومده برام چیز اومده که انگار داره ربات تو رو فالو میکنه. بابا چقدر بی‌معرفتی. زیر پست آخر خودم کامنت بذارید یه چند تا. آقا 200 کا بشم افشا میکنم طرف. امین جان 200 کا بشی میشه ما از تحریرات توی موزیک جدیدمون که امشب پخش میشه استفاده کنیم؟ تحریرا رو داشت من رایگان در خدمتتونم و چیز میکنم میدم در خدمتتون. خیلی راحت یکم لوبیا بخوری حله. داشت ما لوبیا نخوردم کارو برای شما در میاریم. آقا این چیه میاد تو تصویرم تو صفحه من؟ داداش شما یه مقداری چیز کن دیگه چیکار کنم؟ آقا من برم مثلا من باید برم در خدمت خانه و خانواده باشم. خیلی خوب آقا پس منو و دوستان فالو بفرمایید. 200 کا بشه من میگم که داستان از چه. 2 تا گدا افتادن به جون مردم. یکی گدای فالوور یکی گدای کامنت. آقا زیر پست آخرمون کامنت بذارید ناموسا. بچه‌ها هر کسی که این لایو داره میبینه شوخی هم ندارم هر کی از زیر پست آخر من کامنت نذاشت انشالله تخمش بپکه. خداحافظ. انشالله هم فالو میکنم. برو انشالله اگه پسر تخمش بپکه اگه زن دختر تخمکش بده. زیر پست آخرم همین الان هر کی کامنت نذاره تموم شده. اگه دوست دارید تخمتون بترکه نذارید.